من شما از کلی بحث در مورد شبکه‌های اجتماعی فیلترینگ و اینا که میشنم همش چرت. یعنی بخشی از حقیقت، این همش که غالب نیست طبعا. نکته کجاست؟ نکته اونجاست که ببین عزیز من، مسئله اینه که همه ی حقیقت و شما اون سیکل و چرخه رو نمیبینید. چون نمیبینید میشه دریوری به خوردتون داد. الان به شما نشون میدم، من چیزی میخوام اثبات کنم. ببینید. ببین آقا، قبلا اینجوری بود که اگر یک یوزر استفاده کننده پول میداد، مانی میداد، از سی پی تولید کننده محتوا میگرفت. پول میدادی سیدیشو میخریدی، پول میدادی کتاب میگرفتی، پول میدادی روزنامه رو میخریدی. رابطه اقتصادی که وجود داشت یک رابطه مستقیم معقول بین تولید کننده محتوا و استفاده کننده بود. با قدرت گرفتن و آمدن اینترنت و اینکه نقششو باز کرد، آخرین باری که روزنامه خریده کسی تو ماه گذشته نه برای شیشه پاک کردن، برای خوندن کی بوده؟ میبینید؟ لازم نیست شبکه خبر همه رو داره میبینید. تو کانالش عضوه. درست شد؟ چرا چاپ میشم بماند. قصه کاغذ و یارانه کاغذ اینجاست. خب حالا چی شده؟ این یوزر میگه من میرم دانلود میکنم. از کجا اینترنت میاری؟ شرکت های PAP، واسطه های اینترنت، مثل بهم بگید همراه اول، باریکلا، ایرانسل، رایتل، شاتل، الا ماشاءالله. درست شد؟ همین اولیه که گفتید جزو مهمترینش. حالا یوزر پولو میده به این اینترنت از این میخره. این از کجا میاره؟ این خودش از ICT میگیره. کجاست؟ مخابرات. درست شد؟ چی میگه؟ آمریکا. تهش از همونجا میشاره. این بنده خدا پول میده و اینترنت رو پولو پی نوشتم. اینترنت میخره. این از کجا میاره؟ یه بخششو میخره خارج، یه بخشش هم تولید داخله، فضای اینترنت و فلان چیز. خیلی سود زیاده میکنن اینجا. ببین امیر جو بیت المال خرجمون میکنن، حقوق میدن، نمیدونم چیز. با اینش مشکله. این چه جوری اینو به دستمون میرسونه؟ میگه من اینجا یک دیتا سنتر هایی دارم، هاستینگ من آنجاست. اینا عموما مال کیاست؟ مال ایناست. درسته؟ میگه برو اونجا محتوا تو آپلود کن، این بابا بیاد دانلود کنه. یه رابطه مالی هم بین این دوتاست. پول میده، فضا میگیره. تا اینجا مسئله حله. دیگه همه چی ریخت به هم. چرا؟ چون قاعده عوض شد. قبلا ما به ازای پولی که میداد ازش محتوا میگرفت. امروز نیست. امروز یه چیز دیگه مهمه. اون چی که امروز مهمه، نگاه کن. سرعت، محدودیت، ظرفیت. درسته یا نه؟ لوله کشی رو انجام داده. چرا شب استفاده نشه؟ طرح شبانه. بسوزون اینترنتو. دیگه محتوا مهم نیست. اقتصاد رفت پشت مصرف، نه محتوا. خوب جایی اومدیم این حرفو زدیم. اصفهان میفهمید چی میگم. بحث اقتصادی قشنگ با گوشت و پوست و استخون درک میکنید. خب چیکار کنیم؟ مسابقه شوش. برای همین عزیز من پشت بعضی از این تصمیمات شما سیاسی میبینید اینا چرت و پرته. پشتش انگیزهای اقتصادیه، یه ماله سیاسی هم لازم داره. ماله رو بخوان بکشن، یه ماله سیاسی میکشن روش. یه ماله تصمیمات مدیریتی و فلان این شر برام میکشن. چی شد؟ قبلا این رائفی پور که مثلا سخنرانی میکرد، حالا ما استودیومون که وقف کردیم رفتیم گفتیم هر کی میخواد دانلود کنه بکن، حلال. خب کسی که سخنرانی میکرد میگفت چی میشد؟ یهو میرفتیم مثلا پاساژ مهستان تهران، سی دی های مثلا سخنرانی دکتر فلانی رائفی پور بیشتر فروش میره. چی شده؟ میگه آقا محتوای بهتری تولید میکنه. من خودم رو به تکاپو مینداختم که من هم محتوای درستری تولید بکنم، درخورتری تولید بکنم. الان اینجا این نیست.
یه کاری کن اینترنت رو بسوزونه. سود اینها در سوزاندن اینترنته و سود این آقا هم در سوزاندن اینترنت ایناست. یعنی مخابرات چارتری، مثال ساده بزنم که متوجه شید، چارتری اینترنت رو میفروشه به اینا، پول رو میگیره، این بسوزونه نسوزونه پول رو گرفته، فلزا هرچی بیشتر بسوزونه اتفاق میفته. حالا مثلا توییتر چرا فیلتر شد؟ چون دلیل اقتصادی، حجم نمیسوزون، متنی بود. اینستاگرامی که نابود کرد مردمو، فرهنگ عوض کرد، خوب نت میسوزون، این ماند. متوجه شد چی شد؟ بله؟ آقا یه سوال ازتونه، توییتر فساد و فحشش بیشتر یا اینستاگرام؟ جسارتا یوزرها اینو میگن. اون همون ماله هست که آقا محتوای پورن در توییتر، ببخشید کسی که وی پی ان میزنه جا دیگه هم میتونه بره، یه جای هاب ماب و یه چیزایی هست، خب اونا اونجا هم میتونن برن. محتوای پورن میخوای وایساله کجا رسید؟ اول حرفمه. آمار خودشون دادن 97% 15 تا 17 سالهای کشور دسترسی به وی پی ان دارن. محتوای پورن وهن مردمه، به مردم توهین دارید میکنید شما. میخوای کنترلش کنی؟ با اون وی پی ان بچه، این بچه‌ای که میتونه دانلود کنه وی پی ان، بعد اومدن چی گفتن؟ وی پی ان خرید و فروشش مشکل داره، دانلودش اشکال نداره. مسخره کن. من واقعا نمیفهمم یعنی چی؟ بعد تمام مسئولین مملکتم تو توییتر. ببین این میشه مردم دیگه حرفتو گوش نمیدن. با من آدم اینترنتم، شما منو واسه تلویزیون جمهوری اسلامی که نمیشناسید که. من واسه سخنرانیایی که تو اینترنت دانلود کردید میشناسید. و قبلش سی دی و فلش و این چیزا بوده. صبر کنید تازه شروع ماجراست. حالا کجا شدید آقا؟ یعنی اینجا همینجا باید بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران، اینجا باید گریه کنیم با هم دیگه، بعدش اینجا دو دمه بریم سینه بزنیم وایسا ببین چه خبره. که این سیستم باید درست کی میتونه سیستم درست کنه؟ مجلس. کدوم مجلس؟ همینه دیگه. از ظرفیت‌های رسانه‌ای میخواد استفاده بشه. بگیم استفاده نکنی ظرفیت رسانه‌ای. امروز یه درگیری سیاسی پیش اومده تو آمریکا بین ترامپ و بایدن. ایلان ماسک توییتر رو میخره که از دسترس دموکرات‌ها بکشدش بیرون، که میبینید اینستاگرام همه حاج قاسم‌ها رو میبنده، تو توییتر بازتره. یعنی خود شما به نتیجه میرسید اونجا بهتر میتونی عملیات انجام بدی. درسته؟ یعنی ظرفیت هست دیگه، این ظرفیت جهانی میخواد. حالا من معتقدم بحث فرهنگی اینو بماند که ما کارمون اساسا کار فرهنگیه دیگه، این انگا به من یکی نمیچسبه برکی بچسبه. خب خوب عنایت داشته باشید چی شد. به یک باره شما میگی آقا صبر کن یه باگی ازت پیدا کردم. میگم جانم بفهم. میگه خب چرا یوتیوب فیلتره؟ اون که بهتر اینترنت میسوزونه. اگر حرف تو درست باشه یوتیوب باید باز میذاشتن. نه خیر عزیزم، نه اون موقع که یکی از نهادها میره پشت سر تأسیس آپارات. درست شد؟ صبر کنید. بنده یکی از پربازدیدترین سوژه های آپاراتم. هر سال آپارات اعلام میکنه، میگه این 10 تا شخصیت اول آپارات. درسته؟ میگه تو مثلا سخنرانی، تو سیاسیایی، تو اجتماعی، تو مداحایی، تو فوتبالیستایی هست. درست شد؟ اونا چیکار کردن؟ میگه اگه تو یوتیوب پولو میده به تولید کننده محتوا، شما تو یوتیوب اگه محتوا کپی بزنی میبنده. اما اگه بتونی کلیک بگیری، بازدید بگیری، به توی تولید کننده محتوا پولو میده. داره تبدیل میشه رسما یوتیوب به دانشگاه. هر چی میخوای اونجا پیدا میکنی. میبینید؟ طراحی درسته. خب آقایی که شما باشید، یهویی میبینید یه سری کانالای تلگرامی سر در آورد که همه فیلم‌ها رو زیرنویس فارسی فی سبیل الله برای شما قرار میداد. از خودت نمیپرسی کدوم خریه نشسته بیکار اینا رو داره ترجمه کنه پولشو؟ چی بهش میرسه؟ اینترنت بسوزونید. متوجه شدید؟ شرخه رو میبینید؟ یعنی تأمین محتوای مستهجن. یه مثال براتون. مستهجن هم نیست، کن. یه اپلیکیشنی بود فیلم دانلود میکردن ازش. آقا شما گفتی بلبل جان، 10 نفر اینجا گفتن، حداقل بیشترم گفتن. کیا بلبل جان میشناختن؟ دستشون رو بالا. یا خدا. خب نکته بعدی،
بلبل جان وقتی میخواستی بازش بکنی تو چه حالتی بالا نمیومد؟ وی پی ان روشن بود. یعنی دیگه از این داخلی تر. بلبل جان گات گیم آف ترونز تو سریالاش بود یا نبود؟ بود. محتوای پورن محسوب میشود یا نه؟ بله. داخلی 6 ماه تمام دنبال میگشتن بفهمن این مال کیه، نمیتونستن پیدا کنن. ایکس مووی تقدیم میکند، ایگرگ مووی تقدیم میکند، گزارش میرسید که آقا محتوای پورن گذاشته، محتوای مستهجن، یعنی فیلمه یک سکانسش سکانس پورنه، بدون سانسورش گذاشته. میرفتن نگاه میکردن دیدن نیست. ببین چی میشد؟ ساعت ربات گذاشته بودن، ساعت 8 صبح که کارمندا میومدن سرچ میکردن لینک دانلود سانسور شده رو میذاشت، 12 شب تا 8 صبح اون یکی میذاشت که کارمند خوابه. فهمید؟ برای اون دست میزنی؟ آره. و طراحی قشنگ بوده انصافا، هم کار زشتی بوده، بدی بوده بالاخره. بچه مردم به آقا بسوزون اینت. فکر کردید به همین نه خیر. اینا رو میبینی؟ اینا اومدن وارد عرصه دیگه شدن. وی او دی های پلتفرم های خانگی، فیلیمو، نماوا، روبیکار، فقط اینترنت بسوز. بعد چی شد؟ سریال اومد. آقا شب عیده، شبکه 3 نگاه کنیم یا فیلیمو؟ چیکار کنی که فیلمو نگاه کنی؟ تو باید برید آقاسی برداری بیاری دیگه، مثلا یکی باید بری برداری بیاری که مردم بگه که مثلا اون طرف شهبازی گذاشته کانال 3 طنز داره اجرا میکنه، تو باید یکی برداری بیاری اینجا که حرفایی باید بزنی. چی شد؟ رقابت در خطوط قرمز صورت گرفت. همه اینا در داخل جمهوری اسلامی داره اتفاق میفته، هیچ ربطی با آمریکا و اسرائیل نداره. مسابقات چه گرفت؟ بعد چی میشه؟ فیلیمو، آقای فیلیمو، خانم فیلیمو که آقای فیلیمو میگه برای مشترکان ایرانسل بارکل فقط بیا بسوزون، کیفیت های مختلف با کیفیت بیشتر بسوزون. این به همین سود این در اینی که این اینترنت بسوزه، سود این در این که اینترنت بسوزه به هر قیمتی. فیلم، تصویر میدی مثل قارچ این کانال تلگرامی سر در میاره، فیلم شبانه، فیلم بزرگسالان، فیلم نمیدونم چی، فیلم به امان. یعنی بعد چی میشه؟ مثلا میگه شهرداری تهران اومده رهایم کن بود، کدومی که از اینا تبلیغش گذاشته بود؟ سریالای فیلمو بود، گذاشته خون و خونریزی، وای 2 برادر عاشق یک دختر شدن، چرا شهرداری تهران آمده است این را تبلیغ کردم. میگه پروفسور ساخته شده سریاله داره پخش میشه، تو مشکلت با تبلیغشه؟ جا ندادم دق کنه. برای اینا مهم نیست، برای من مهمه.